بسم الله الرحمن الرحیم. بعد حمد بر خداوند و صلوات بر رسول علیه السلام. سلام علیکم دوستان عزیز. حدیث امروزمون باب در بیان اجر انسانی روزه خوردگی در سفر هر وقت که کاری را انجام دهد. عن انس رضی الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر. انس بن مالک الله تعالی از این صحابی جلیل راضی باشد حدیث روایت میکند که ما همراه رسول اکرم علیه السلام در یک سفر بودیم. پس بعضی از ما روزدار بود و بعضیش افطار کردن روزش خوردگی بود. شارح های حدیث این حدیث میگن که سفرشون سفری غزوه بود، یعنی سفری بود که طرف جنگ با مشرکان میرفتن. قال فنزلنا منزلا فی یوم حار. پس گفت پایین شدیم یک جای در یک روزی گرمی، هوا بهت گرم بود، آفتاب بهت تصفن بود. اکثرنا ظلا صاحب الکساء. اونهایی که بسیار خودشون سایه میکردن، در سایه نگاه میداشتن، اونهایی بودن که لباسهای دراز داشتن، مثل جامه میگیم جلک، ریدا، هر چیزی که دراز است انسان میتونه که به آسانی بالای سرش سایه کند. و منا من یتقی الشمس بیده. و بعضی از ما گفت آفتاب به دستش سرش میپوشانه از آفتاب، یعنی خودش از آفتاب به دستش حمایه میکند. فسقط الصوام. پس انسانهای روزدار از شدت گرمی، از سختی حرارت گرمی در زمین نشستن و یک پهلو خوابیدن و خلاصه که از ضعیفیشان، از تشنگی زیاد، از گرمی زیاد در زمین نشسته و بعضش به پهلو خودشان دراز کردن. و قام المفطرون فضربوا الابنیه و سقوا الرکاب. پس گفت انسانهای روزه خوردگی خیمه ها را راست کردن و شترها، اون مرکبه هایی که سوار می شدن، اونها را آب دادن. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم ذهب المفطرون اليوم بالاجر. پس رسول اکرم علیه السلام در این هنگام گفتند که انسان هایی که روزه شون خورده بودند امروز با اجر زیاد نائل گشتند، اجر زیاد صاحب گشتند. در این حدیث فهمیده می شود که درست است که در سفر انسان روزه بگیرد اگر سفری ضروری باشد یا که سفری مباح باشد، و انسان رخصت دارد که روزش بخورد. هر دوشم البته از اجر و پاداش و مکافات خالی نیستند، هر دوشم اجر میگیرن، هر دو گروه هم. اما انسان هایی که روزه گرفتن فقط خودشان ثواب و اجر گرفتن، اما انسان هایی که روزه شون خوردن هم اجر انسان های روزه دار گرفتن، زیرا که دیگر حدیث پیامبر علیه السلام میگویند که هر انسانی که سفر کرد یا که بیمار شد، الله برای اون انسان اجر و مکافاتی انسانی که در خانهش بود بیمار صحت بود یا که روزدار، انسانی که در سفر است در خانهش بود روزه میگرفت، در سفر اگرچه روزه نمیگیرد به خاطر ضرورت، یا که انسانی که بیمار است و نمازش خوب خونده نمیتواند به پرگی، یعنی خودش خم و راست کردن نمیتواند از روی سختی درد و علم، الله اجر و مکافاتشون پره میتید. در همین حدیث هم پیامبر علیه السلام به خاطر اینکه با انسانهای دیگر حتی با اون شترها و مرکبها آب میدادن، گفتن که اجر پره را نائل گشتن. برای همین اگر انسان در سفر ببیند که یک انسانهایی هستند که احتیاج به کمک دارن، اون ضرورتش بسیار سخت است، اگر در سفر افطار کند و
اونها را یاری دهد و یاردم کند، برای اون خیلی اجر و مکافاتی زیادی از جانب الله جل جلاله نوشته می شود. بارک الله فیکم.